خلاصه وقتی که ما میت را قبر کردیم، دو فرشته میاد. خواه میت را به خاک قبر کردیم، خواه به دریا غرق شد، به بحر و اقیانوس ها غرق شد، خواه ماهی های و مثلا تیمساح ها خوردند، خواه در آتش در گرفت و خاکستر شد، دو فرشته میبیاد، منکر و نکیر. بکر ابو زید رحمت الله علیه گفتن که منکر و نکیر گفتن، هر دوشم یعنی وجه دارد. محدثا منکر و نکیر گفتن، علمای لغت منکر و نکیر گفتن، هیچ باکی ندارد، یعنی خلافی که به هیچ جا ضرر نمیرساند. منکر و نکیر می بیاید و بنده را میشناند و میپرسد که من ربک، پروردگارت کیست، و من نبیک، پیغمبرت کیست، و ما دینک، دینت چیست. سه سوال عقیدوی است. پروردگارت کیست؟ این نه که من در دنیا حاضر جوابش دانید اون رو جواب گفتم، اون رو زبانتون نمیگیرد. اون وقتی که مثلا یک آدم حافظ قرآن است، وقتی که امامتی میکند و مردمی زیاد در مسجد است، سوره فاتحه را خطا میکند. شیخ حذیفی قریب یک عمر در مسجد نبوی امام خطیب است. هر روز باره گفته که هر روز من میترسم که در سوره فاتحه خطا میکنم. کس در مکه هم امام بودگی هستند، بس که در مکه این چیز نداشتم. در مسجد کعبه امامتی میکردم، همین ترس نداشتم. اما در مسجد نبوی همین ترس دارم، شاید از هیبت رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون که اینجا اصلش منبر در پهلوی راست امام، محراب در روبروش، موضعی که 1400 سال پیش اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم و مردم امامتی میکردن و اینچون در پهلوی چپت پیامبر صلی الله علیه وسلم خوابیده. شاید برای همین باشد، یعنی در حضور مردم انسان یک سوره که صدها مراتبه، هزارها مراتبه خوانده است و از یاد است، میترسد که در نمونه افته. قرآن میخواند، یا حافظ قرآن قاری مرتب خطا میکند. از همین مردم میترسد، هیبتی مردم هست. یا میبیند که در پوشش یک آدمی عالم است، یا در حلقه علمیش یک آدمی علمدار نشسته است، خودش گم میکند. و چی جای فرشته ها، چی جای عالم غیب. شما به دیگر عالم انتقال کردید، از این دنیا حالی به دیگر کشور روید، خودتون گم میکنید اگر یک شناس نداشته باشه. یک کشوری رفتید که زبانش نمیدونه، مردمش نمیدونه، جاش نمیدونید، اینترنت ندارید، نویگاتور ندارید. در زمانهای کم در پیشتر اگر گیریم، او به عالم دیگر است. دیگه یک خودتون سفر میکنید، سفری بی بازگشت، سفری بی یار و رفیق. میرید به قبر، دو فرشته میبینید که بسیار صورتاشون بد منظر است. بنده میترسد، بنابراین چیزی دانستگیش هم گم میکنند. بنابراین فقط دانستن در دنیا کفایتی نمیکند. عملهای صالح، عقیده صحیح یاری میدهد که اون روز شما به اون سوالها جواب دادید. مومنی حقیقی بودن لازم است در این دنیا. پروردگارت کیست؟ شخصی مومن میگوید که پروردگار من الله است. دینت چیست؟ میگوید دین من اسلام است. پیغمبرت کیست؟ پیغمبر من محمد صلی الله علیه وسلم. اما شخصی منافق و شخصی گناهگار، شخصی کافر، اینا میگن که یعنی در نوگ زبانم هست، من اینو میدونستم، مردم چیزی میگفتم، منم گفته بودم. میگود ولی که به زبانش نمیبیاد. نسأل الله السلامت و العافیه. خلاصه به سرش به گرز زده میشد، به گرز آهنی که آوازش رو تمام مشرق و مغرب میشه. غیر اینس و جین، اگر اینس و جین شنوان اونا از هوش میروند دیگه. همه پگاهی به مسجد میره، از پگاه همه مسلمان میشن، توبه میکنن. ولی این حکمتی الله هست که دیگرها میشنوند، اینس و جین نمیشنوند.